میگیم خوشخبریش کو یک دفعه گفتم دیگه خود دوستابت باورید نه ما خوب قدان خو قد زیبونیم یک نفر از وطن گپ دیدم شما بی وقتو بگید خب بچه چی رقم اینا بلی دوستان بگی و بلی من بگی ما خیلی مهمه ده اینجی رول اصلی ما بازی نمیده اینجی که می تو اصلا بازی نمونی ما باید بفهم ما بچه چی خودم رقمه تا بازی نمونی هیچ کس بازی نمونی جایت نگفتم که وقتی بچه رو انتخاب منی باید انتخاب از ما باید باشه مکتب وطن دستور خارجه خراب کنده وطن خارج وطن ده خارجه وطن ما از خارج بی نمونم از وطن اموت یک جای گرفتم که امزوز ایلای تبالا که سیم را کش نده کن تلفن میزنه و اینترنت نه آنتن مایه خلاصه خیلی بسختی میتونی که پنج گپ بزنی دیگه آره باز وقتا سیگنال است باز وقتا نی مهمیه که دل نزدیک باشد مهم اینه که حتما آدم نزدیک باشه بعضی کسا هست که نزدیک آدم هم هست ولی دوره بعضی کسا هست دوره ولی در قلب آدم هم بسیار جمله سنگین گفتم پس در روزی که تو از اینجا بور شدی از اندونزی رفته در یک شرایط خوبم افتیده در نظر از ما کس حق نداره تو را بگه ناز میچوری دیگه کس ناز خوب گوش کن نه ناز همیشه از زنگ دو ما ده اینال کس ده اندونزیا ما ده بیخی ما السلام علیکم بینندگان عزیز امید کنم که جور باشین سلامت باشین خوش باشین سر حال باشین توجه امید مسخنی نمونی توجه میگیم که چند روز میشه خیلی دیر میشه ویدیو شیر نکنیم یک ماه شد ویدیو شیر نکنیم بخیر در نظر بخیر پیشم دوربین بخیر دیگر رقم میادم از این پیش عادی بودیم حالی عادی نیست سلام علیکم توجه یک سلام کو بله دوستا نازنینای ما سلام علیکم وقتتون بخیر امیدوارم که کلگیشیم خوب باشین خوش باشین دلایشیم جمع باشد شما را به نهایت خوش آمدید میگیم بعد از خیلی وقتا از پشت آقای فکری چوب گو بچه بالج یک ویدیو شیر کو بالج یک ویدیو شیر کو بالاخره موفق شدیم خب آقای فکری شرمدید میان باور کن دیر کشون آدم متره نه بخیر شرمنده من پیش دوربین راحت نی من پیش دوربین میبود چی دوربین چی دوربین چی توجه اینال کسن تا دو هفتهشت دیگه در 12 روشتا فکر کنم ویدیو شیر نکدی نه دیرشته خب فکر کنم خب خدا دیرشته رو شکر که دوباره پس آمدی دیگه امیدوارم که دوستام امروز لذت ببره قصه کنیم ساتیری کنیم یک چند دقیقه خب اول قصر تو شروع نما شروع کنم تو شروع دیگه ما میموییم خب دیگه تمنجو خوشحالم از اینکه تبال زنده جوری تیاری نفس میکشی چرا دیگه مسی بیر نفس تو چطوری خوشحال هستی که ما رو زنده میگیرنی ما خوشحالیم خیلی خوشحالیم که تر زنده بشونم بعد از خیلی وقتا خب چطور قد آب و هوای اندونزیا علای گرمه خیلی گرمه روزانه خاصلا برو رفته اید نمیشه دیگه بعد از دورا همیشه باریشه خوبی دیگه میگذره دیگه شام میشه روز میشه اگه روزاره دوش ننم که چی رقم روز میشه پردیم پیشکی دهید خبر ندارم اگه خب روزا اوش خود دمزی ویدیو خوش خبری خواهی دوستا مگی مگفتی خوش خبری داشتی اون شعر بودیم خداحافظی نمار گفتی نامزاد مامزاد خداحافظی میشی خداحافظی میگیم خوش خبریش کو یک دفعه گفتم دیگه خود دوستابت باورید نه ما خوب قدان خو قد زیبونیم پرگناه خود در از موگیم باز دوستان نوشتن در نظر من واحد خاتونه در نظر او بی وقت ما در از موگیم قدشیم یک نفر از وطن گپ دیدم شما بی وقت موگید واحد خاتونه بل از ما باورید ندارن خبر اعتمادید نداره خب بچه چی رقم اینا رو بلی دوستان بگی و بلی من بگی ما خیلی مهمه ده اینجی رول اصلی ما بازی نمیده اینجی که تو اصلا بازی نمونی ما باید بفهم ما بچه چی خودم رقمه تا بازی نمونی هیچ کس بازی نمونی جایت نگفتم که وقتی بچه رو انتخاب منی باید انتخاب از ما باید باشه تو او یک رقم بود که از تو هم باید انتخاب از ما بود نه اون رقم که تو دیگرو رو وقت دیدی ما هم دیگرو رو وقت دیدم ما دیگر رو کی رو واقع دیدم آدا خبری ما کسی واقع ندیدم ما حق انتخاب زندگی خودم شخصا خودم دارم کسی ندارم خاصه مفهم دوستا هم مفهمه ضرورت نیست تو بگی تو از خود بگی خود نه نه کجا تو هستی نه نه چطور تو هستی اول شبنمه ایده تو تاریخ نه اول رو بگی زو پذیر بعدن اول باید دوستای دیگه معلوم شنه که بچه تحصیل کرده یا نه نه تحصیل کرده نیه
نه او از مالی وطن مکتب وطن دست خارجه. آخرام کنده. وطن خارج. وطن دا خارجه. وطن وطن. ما از خارج بی نمونم. از وطن اموت یک جای گرفتم که امزوز ایلای تبالا که سیم را کش نده کن تلفن میزنه و اینترنت نه آنتن مایه. خلاصه خیلی به سختی میتونی که 5 روز گپ بزنی دیگه. آره. باز وقتا سیگنال است باز وقتا نیست. مهمیه که دل نزدیک باشد، مهم اینه که حتما آدم نزدیک باشه. بعضی کسا هست که نزدیک آدم هم هست ولی دوره، بعضی کسا هست دوره ولی در قلب آدم هم. بسیار جمله سنگین گفتم. خب گفتی از کدام جای جاغوری بامیان بیسوده شما مربوط شما نمیشه شما اینا رو بگیم دسی پیش خبری که برم پیشی آمویا بگیم که آزرای موبایل زورته سعید از ما که مثلا باشه یک ما این مقدار مجرد ندم مگر نه ما باید نوسگونی مقدار از پشتیم دیدم کرد اینا پیش خبری بودین رای میزنین بله شما اصلا اعتبار ندارم نمیخوایم بگیم. ما باید بفهم حداقل از سازنگ میزنن بخشی از اونا. از کدام قوم. اف کورس که قوم از خدا نیست مدیم نه ما بیگانه ما شمول بیگانه پرست نیستم ما کورس ما قوم پرستیم. منظور تازی بیگانه پرستیه. همین مردم های از ما که در پیشم زی اندونزیا یا قدر کمی ترام دیگه ما قوم خوش دارم از کورس ما از قوم خویدم. زبان چی مفهمم، نان چی مفهمم، رفتار چی مفهمم، غیرت چی خوشی میه. خب چی نظر دی که ما دمی نتیجه رسیدیم تو خوبه در جان خانم بلدی فایده دی ما دمی نتیجه رسیدیم باید در اندونزیا یک دونه دختر اندونزیایی باید بگیریم. آقای تزنا اجازه میدیم؟ بلوا پیدا کنه بلوا پیدا کنه تو نکو خبری بعد به خدا. نه بلوا پیدا سب میزنید جانی ناز بلتیم خوب سه بگی ناز نه نفاق بر نکو بچه اشتر پیشتر گفتم بر ما میگی ولی سایک نفاق بر ناز نکنی. ویدیوی تو نه خودت پیدا کرد خود زنگ زد ولی بود ویدیو که جورین که غیبت نی که بدر جان خانم چیزی بود ما ویدیوش تو خودم میفخر این قصه بد مزدادیم مگه گبت زدیم. خلاص انت قبرك مجيب جان الناس انت قبرك مجي والمكسب مفهمك هدف ما واقعيته نه نی اصلا ناز يعني سايكو خود مفهمی دیگه ما یعنی فقط ما این یک احترامه که اونا گفتن ما از احترام چی گفتم که تو حق انتخاب نداری صبر کو اونا انتخاب کنه تو چی کاره ملت ما شروع حق انتخاب ندارم. به نظر ما که میخوای نفاق کنی خب از این گپا بگذاریم یگان بحث را جدا کنیم نه تغییر بدی تو کجایی چیز کارامونی مصروفی چیز خیلی هستی چرا نمیده تو گومی همین چیزا نه که دوستا اگر هست. کندم ویدیوی قبلی تو خو بله دوستا گفتم که کار چی رقم کار منو در جاستم در جا نیستم باز دوباره کسا دمی چند روز یک تصمیم جدید روزی که میشه آدم یک تصمیم جدید میگیرم فهمیدی؟ آره از ما بدتر. آره بال میشم بگیم که زندگی رقم تکراری به درد نمیخوره فایز بیخی بالچو برو چی مونی فلان مونی رفتم با اجازه تک دونه موشر دیگه خریدم. آره خدا قدمش نکنه انشالله برکت کارت. آره یک موتور گرفتم و بلده امزو گویسو شکر میخیل دیدم درش مسوخت و بدبخت مرفتم در گرمی استاد میکردم قد کالای پر کار داخل زو میشیشتم دیگه او چوکی های زو کستم چیز کمپانی تبالی پشت موشی زام نداره دیگه گفتم او دیدیم پشت اصلی که یک موتور در اندونزیا داشتم خراب شد نه آره تمام نشده دستانی پاک کدون چه مکم سخته با زور گفتم تو دمی خانه بیش یگان افتاد شکر مکر مبرم ششتم سوترکم در گراجشتم یک دنی دیگه خریدم بلده کار دیگه دوستان اشتکن تبریکی و اشتکن که بسیار زحمت از اولیه دیست که دیستای من تا اولیه ده اولیه رو بشیم از اولیه دیست کسته یک موتور دیگه گرفتم از بسیار سخت ترین کار دیگه اینالم امروز رفتم پیش از اینکه در تو به تماس شدم رفتم میکنه جیم ثبت نام کردم میخوایم که یک ساله قرارداد کردم قد جیم بعد از این مایم جیم بخیره شد امیدواریم باری اندونزی هم رفتی ثبت نام کردی نه رفتی. نه انشالله در اینجا کسی همون یک تغییرات گفتم که این زندگی تکراری مرم کار رو میم خوانم مرم کار رو میم کار خوانم این تش داره اما حداقل اگر روزای کاریم خیلی تایمش زیاد است نمیتونم که برم جیم اما روزایی که شنبه یک شنبه و همچنان جمعه هم کسا کارم کمتر است از زود مرم میم دمی 3 روز کسا این وقت رو در این 3 روز کسا میخوایم که
امو کارا کنم و در فکر ریزگک بیزنس هم هستم که انشالله بیتونم میتونم بنا بیزنس ریزه در کمک یعنی دوستایی که اینجا هستن که کم داره مفاهمه میام بیتونه کم داره کمک کنم باز در دیگه چیزایش نه بخش پول ملش نه مارتیر دم بخش نظر بدین. نظر بیدی خوب تره دیگه اگر اینا کمک کنم ماش خیلی ممنون میشم نکردم دیگه فکر نکنم دی سانی کس او قدر چی نیه که بیا اینی تشونه و نتکو اینی تکو فکر نکنم قدر زیاد چیزایی مثبت را یعنی مو مردم زیادتر مو رقم چیز داریم یعنی قدر دیستگیغ نمیگیری امیدواریم که هموطنا کمک کنه به خیر برکت در کار کلی هموطنا انشالله. مفهم زندگی سخته ولی دیگه ملک مردم دیگه باید مثل امور رقم که شرایطی اونجا هست امور رقم باید پیش ببری نه. بس تو هم خوب کار کردی خیر تلاش کن و امیدوارم که کلی هموطنا یک نظر خوبی ده حداقل تو را شرکی در کاری چیز این رقم کار نمیشه نه صبح شو بیا بالاخره هم سعی نه اشکال درست درک نمیره. ما دیده فکر از ما همیشه فکر کاری بیزنسی همچنان که مالک تو مثل تبالگ این قد از ما با تماس هستی زیادتر دلیلش هم بیشتر اینمی که بچه بسیار مثبتی آه خیلی میتونه حساب کشیدی ما که یک دو روز قد از تو را نمیگیم نه یک رقم تجارت های بخی خواه و خبری مغزای بخی خواه زندگی چیز در چیز مفهمی و در تو که تماس باشم زندگی می جور تر میشه چی قیمت تو از ما انرژی میگی نک نگو سحر و جادو داشی نه سحر جادو ندارم و نمیفهم مقصد که هر کس قوما را میگیم دوستا را میگیم هر کس قد فیض تماس باشه زندگیش خیلی خوب پیش میره خبری زندگیش گل گلزاره گل گلزار اره نه می بعضی دوستای یا رفیقای هم هست که همیشه اگر کارم نداره اگر آیدی خوب داره اگر قصر که مونه آدم مشی مثلا خیلی چیزا را اگر خود تو کارم نه اما با چیزا را آدم میگیره اما ما خودیم شخصا بدون شوخی همیشه کس آیدی اگر خودیم هم نگدم آیدی همیشه بلدی دوستا بلدی همی کسایی که دور و بر بوده همیشه دیدم و انشالله که خود من بتونم که از طریق مرقم اگان کسایی که اینجی هسته و بتونه اینا کمک و همکاری در یک دیگه داشته باشیم بهتر انشالله با امید خدا. خب دیگه اینا تو از خود خوب بگی تا چی وقتا رو کارامارا شور خوردن میذاره دگرشن سوال بسیار خوب نیست نه همی سوال کسا همین چی بودی مو گفتی که از یک گمار داودین خوبه نه همی سوال کسا میشه خودم گفتم که تا خوار قضا گفتم از ما پرسان نکنیم که چی وقتا مورین فقط که زنگ زدین اگه میخواین که بلاک نشین میخواین که ما گپ بزنیم پنجرشیم همی تلفن از مو دوستی شما ادامه داشته باشه دیگه مزید چیزا پرسان نکس کار اینا هم به خاطر از که دوستی ادامه داشته باشه دیگه ما می سوال رو دیگه مجبوریم که کنم که بخیر گو خوشخبری یکان گو کار ما شور خوردن نخورده و چطور آب و هوای دل تو چی رقم همین دل تو مثلا باز وقتا آدم آرامیش داره باز وقتا خوبه می روزا چطوری علی خوبیم زندگی خوب پیش موره یعنی ناشکری خوب نیه انو زندگی خوب خدا را شکر کل چیز کارا معلوم نیه دیگه فقط امو قدر گفته سازمان که امی کیستو در کانادا سبمیت شده دیگه آین از یک سال پیش که اینترویو دیدم آه دیگه اونمو قصرا دیگه هیچ معلوم نیه ممکنه دو سه سال بعد دیگه انشالله با امید خدا اگر شونه دیگه خودیم خوبیم زندگی شام میشه روز میشه اینج خانم اونج نان مخروم ممزو خاطر که دو سه کیلو بیسه ماشاءالله دیگه مترسم خب یعنی از طرف سازمان هم در کانادا سبمیت شده و اسپانسر هم که در کانادا هست فعلا دیگه اویش دیست خدای دیگه کار دولتی دیگه خودت مفهمی دیگه ممکنه شونه ممکنه نشنه ممکنه خب از دیگه امزی کار بخی بگذاریم دیگه نکن مزید مرد داودی خوبه هر زمان شد و موشه دیگه هر زمان شد دوستا خبر موشه شما خبر میشه او کی نشد پرسان نکن که سریم بد مخرین خانه را بس که می رقم گفتم دیگه کس از ما سوال نه از یک دیگه سوال نه هم کارهای دو دختر چطور شد میگم بگوش از ما فقط نرسین از ما پرسان نکن دیگه ما بیل که ما میتر آرامیش داشته شم او بخشی خب یعنی اگر در خدا چی خراب نست نه سیه ولی از ما خراب شد نه خوار مزا زنگ زدو خاطر شد امیدوارم خراب نشه شد اخی بو بخشی ها خب دیگه عالی از این قضیه نیه که
چی در اینجا که اگر کارا ما را بگیم در اینجا کارای جورم به یا در اینجا نمیم نیوزلند همین یک راه هست یک نفر گفته که ما میخوایم میزه کاری بلدی تمنجو میخوایم بکشیم اگه تو اوکی بی گیر بل که در وقت چی جواب بدیم از این دور نشو ما میگیم همین جای بهتر نیه بل که در وقت چی بخیره یک چند مدت بگذره از اون جواب میدیم مالی نه مال اگر بگو خیلی دوست حالا میخواستم جواب بدیم ندم ها نه یالی وقت چی نیه هر کجا که قسمت باشه ما همیشه میگیم خدا جانمو یک کار کنه که ما تا می حد زندگی رو که رسیدم یعنی تک و تنها رقمی خدایی رسیدم دیگه باز از این پاشی با خیلی مشکلات از این پاشی فقط میگم خدا جان دیل است تو دمو جایی که ما آرامیش دارم اونمو جای رو فرق نداره چی نیوزلند چی آمریکا کانادا افغانستان حتی هر کجا که رایی مونی فقط رایی که یک جایی که آرامیش دیشتشم دیل ما آرام باشه خب اوکی یک تمنجو یک سوالی ذهنی است درم خوب دقیق جواب بدی از خارج چی میده حس رو میخوایم بگی خارج مثلا فکر نی که وقتی خارج بایی از او جنجال خلاص اینه می استرس و امو آرامش ده یا امو دارزوی مرسی تو می کار مثلا امو ذهن ده فکر ده موسی رقم چی فکر از خارج علی کیبر نشنه هیچ چیز تا 2018 هم حتی فکر میکردم که او چیزی که ما آرزویش دارم او فقط در خارج برآورده میشه در وطن نموشه در وطن از خودون از مون نموشه یعنی امکانشم نبودک نموشودم از این بابت که از وطن بشودم خو اصلا پشیمان نیم خدا رو هزار بار شکر مونم اگر اونجا مو بودم یعنی قدر ندرس خواندم تونستم نه دیگه بی سرنوشت همونجا خدا خورد 5 6 تا از پشت ما بای مکت خو از این بابت خدای شکر مونم ولی تا 2018 و حتی 19 اینا فکر میکردم که مورم در خارج امو آرزوهایی که دروم بلدی خود خبر آوردم دمو بخشی که دوست دارم درس میخوانم امو کاری که دیل مسته و نمورمونم زندگی خرم رقمی پیش مبرم ولی متاسفانه اندونزی مندو یک کاری کت قد از ما که شاید قد کل گیز ما نمفهمم خب ما از طرف از خود گپ میزنم یک کاری کت که او خواستی که ما 2018 19 از خودشتم او مقصدی که او زمان در دیلم بود که برو انجام بدیم و زندگی خرم رقمی پیش ببرم اونا بخیر در دیلم بخی مرد امکانش نداره ناوقت شده یعنی خیلی بلده امو زندگی که ما میخواستم جور کنم و امو درسی که ما میخواستم بخوانم امو رشته که ما میخواستم انتخاب کنم امو وظیفه که میخواستم انتخاب کنم بلده زو خیلی دیر شده در نظر از من مو خارجی آوری نیست که مثلا نه تا 40 سال گیرم فقط کار کنی بوخی خاو کنی بخشی از خودون خو مثلا بوری درس بخوانی کار کنی اینا نه مو وطنی خو باید زندگی رو جور کنی باید فامیل خود سپورت کنی باید خیلی کارا کنی و بخشی از اون متاسفانه خیلی دیر شده عالیم از او خاطر فقط اشتم ده خدا جان مربوب رقم یک بلگی که ده داشت است مثلا بات میزنه ایسو مبرانه اما یک هیسترومیج مهم نیست که خدا جان مال کجا رایمونه قسمتیم ده کجا میشه و چی اتفاق بدن مفته اصلا نظر ندارم چون او آرزویی که ما قبلا داشتم دیگه بخشی خیلی دیر شده دیگه باز عالی هر کجا که قسمت باشه دیگه دیر شد خیلی زیاد دیر شد دیگه من نمیشه همه قصد فکر که در اندونزیا واقعا ما خودیم و شخصا خود هم امیالی در مو رقم هستی که ما از وضعیت خبریم استرس و غم و برشون بروم و فلان یعنی حس نی که وقتی بوری و نمو چیز کمتر میشه یا نه در نظر چی و این ویدیو رو میخوایم که جای نشانی باشد زمانی که در کشور بعدی رفتی انشالله بخیر بری و میخوایم امید یک برنامه بازم داشته باشیم که پرسان کنیم که چطور حال آقا خوابایی چی حس نی چی فکر نی که تو میتونی آرامش رو میتونی در اینجی زیادترین چیزی که ما خیلی عذاب مونه که خیلی از لحاظ روحی خیلی ضعیف شدم و خیلی از لحاظ عاطفی همچنان خیلی ضعیف شدم چیزی که ما خیلی عذاب مونه می تنهایی مسته
و این تنهایی ما فکر نکنم رفته در کشور دیگه حل شده. نو یگان زمان قد رفیق هم مگه ما مو استو میخ تجله داره میخوای بر کشور سیوم چیز کار کنی مو استو میخوای تنهایی برشنینه پس اونج فامیلت مو استو نشیشته که مو استو برید تنهایی برشنی اینی می زندگی ده اونجی لاش شرایط سخت‌تر باشه نه اینی می زندگی مو استو تابه تنها هستیم بیزو دیگه. و تنها چیزی که خیلی از خدا جان امید دارم همیه که برم فامیل خورش کنم فامیلیم پیشیم باید یک نفرش حداقل در پیشیم باشد که ما یک ذره خوشحال زندگی کنم. فقط اینمی دیلم را خوش مونم میگم خدا جان ما را از اندونزی نجات بده که برم یک از فامیلایم حداقل پیشیم باید یا ما بتونم برم اونا روش کنم در سال یک دفعه که وش کنم فامیل خورن امی چیز مشم خوب انرژی میگیرم نه. امیر فقط از خدا جان میخوایم دیگه کشور سیوم میخوایم امزی خاطر زیاد عجله میگم برم یک فامیل خوش کنم می خستگیایی که 8 سال تیر کردم امی بدبختیایی که 8 سال تیر کردم و یم نمینا رو میخوایم برم قدی اشتکای برار کو بیشم یک بازی کنم یک چند دقیقه واری قبری عتیق را قدابیخ زیارت کنم خوارای خود برارای خوش کنم تمام امزی مندگیم از جانب برشونه که خیلی از لحاظ روحی بسیار 8 سال اذیت شدم. خب یک تا از تنهایی گفتی که همیشه میگی ما از تنهایی اذیت نماره تنهایی و یعنی میخوایم که کم در بلدی دوستا روشن کنی تنهایی چی رقم تنهایی یکی بعضی دوستا هست میتونی که مثلا وحید است دوست از مویا یا مثلا دیگه یک دوست دیگه یک دیگه هم داریم اونو هست دوست هست یعنی خیلی کسای دیگه هم فامیلای ده اونجا هستن میتونی که مثلا قنجقش دوست چنی و همچنان که رفتین یک فامیلی ویدیو گرفتی خیلی فامیلای خوب بود رفتین برش یک کلاب در یا مریا چکر رفتاری با او فامیلی یعنی اونو قم میتونه که خیلی دوستام شاید بلدی زنگ هم میزنه که ما تو قدر توانایی ما میخوایم بایم پیش تو کی بچه چی دختر و این چی رقم تنهایی میخوایم که می تنهایی خود وقتی باید کن قد وایدی سوسو بریق میشه تنهایی خلاص یا می دیگه رفیق تو اسم که اون دختر رو میتونی خنجش راحت است میتونی سوسو باری بری خوب بازم راحت است چرا این چی رقم تنهایی این تنهایی بگودنش میده کارتنا باشه از اولی هاست رفقایم خدا را شکر است خدا را 1000 بار شکر در وجود کلگیشی چی رقم تنهایی بلد دوستا باید بگی رفیقی آشپزیم که کل دوستان مفهمه که یگان زمان موشه که از بس که سر فشار میه از بس که دیلم غریب موشه از بس که مشکلات زیاد سر میه آخر زنگ میزنم میگم جگر عالم بده مفهمی میگم عالم بده میگه در کجا فقط لوکیشن رایی که میگم ما ماییم از این بابت ما خدا را 1000 بار شکر مونم خدا را شکر کی است و واید متاسفانه و گینه واید نمنده اول مول نمیفهمم در کجا است خبر ندارم ولی قبلا خوب بود زیاد خوب بود خانیاتش آباد زیاد اول فدیق میشدم میشتی یاردم قسم کردی برو و رفتی واید عاشق ولی او گلانی کسی که عاشق میشه ها بازو کم در گوشش نکنه عاشق شده ولی اول مول نمیگرفت خلاصه دیگه رقمی است بخشی از خود خستم من بخشی از خود خستم و رفقای جاکارتای است اونا یگان دفعه مایه منظور مزی نیست که ما رفقایم نیه خو رفقای است مثلا فکر کن یا فامیلی که تو میگی یا قوما که اینجا است ما خانی گو کس که مرم یا اونا خانی از مامیا مثلا 1 ساعت 2 ساعت نهایت یک شو میشه کلگی مو قصه مونیم صبح کی مثلا فکر کو رفیق ما 4 شو میده بخیم 6 چون عالم بد بود واقعا اما دک 6 تک انو بعد از اینکه پس موره یک دقیقاً امو حسی دارم که تو زمانی که میمادی بعد از چند ماه یک دفعه سروبای رای میشدی خب مو گفتم تو چرا رویه بونی مو گفتم خیلی تنها شدم نمیفهمم چرا خصوصا دمی بعدنا می رقم شدم یعنی شاید دمی 1 سال می رقمی شدم از او پیشا خوب بودم خبر خیلی قوی بودم رفیق من گفت خوش به حال تو از تنهایی خیلی لذت مبری ولی متاسفانه دی پسینا خیلی احساس تنهایی مونم دیقی مونم دوستای ما میشه قسمونی موگی میخندیم بعد از اینکه موره یک درونی یک رقم احساس خالی یک احساس مونم که تنهاییم خیلی خصوصا وقت سر نان میشیم مثلا هر دوستایم که ما امیر رفیقم که 4 شب اومد 6 تک پس رفتک انتا یک روز 2 روز رو ما اصلا نان دیلم نموشه نمیتونم سر دیستر خوب بشیم نمیتونم نان بخورم نمیتونم اگه جای برم عقده‌ای واری انت گریه مونم بلدی خود خو اینی رقمیه باز منظور مزینیه که شوی کنم شوی راه حل نیست او چیزی که ما از وجود یک نفر میخوایم او رو ما تهنوز را خیلی دیره بلدشی از این خاطر میخوایم که نموشه امکان نداره ولی کاش که شونه یکی از فامیلایم پیشم باشد
مشکل کل مشکلیم حل میشه. مفهمی؟ خب فقط دوست داری که فامیلای تو امو مشکلای تنهایی امو که چیز نقد فامیلی تو. قد رفیقایم خدا رو شکر است ولی نقد شوی حل میشه، نقد هیچ چیزی دیگه حل نمیشه. شوی اگر بخوایم شوی کنم نه مثلا فکر کن ما از روی تنهایی برم شوی کنم مشکل خود دو برابر مونم. خبر اینال درست ما استرس دارم تنهاییم کل مشکلات در گردونی از خودی مثلا کی کرای خانه یکی آوا کی برق کی مینتیننس کی یکی او یکی خرید کلی چیز مفهمی این دغه زمان مون دان ماز مون باید کار کنم باید بور کنم باید ایر کنم باید اور کنم خیلی کاره. ولی فکر کنید در سر می قدر مشکلات نه این دوره یک رقم شده اگر ما بخوایم یک نفر دیگر انتخاب کنم نه باز مفهمی یک استرس دیگه که ای کجا رفت قد از کی رفت کی زنگ زد کدام دختر گپ داد قد کدام دختر رفت قد خاتون است کی رفت این یک استرس دیگه در مغز اضافه میشه. اگر تو فکر کنی که ما 100% مطمئن باشم که یک مرد عالی سالی داره میشه نمیشه. متاسفانه رفیقایی که ما وش کدام در دنیا وجود نداره. بسیار اگه یک کاری بد کردید در زندگیم شما بچگاه خبرید بسیار نه تو بعدش با میشه یک چیز دیگه چی دختر چی بچه اگر رفیقایشی تو رفیقای تو بیشتر بچه ها بودن خب یعنی هر کاری که منت تو مثل که دقت از مو که وقتی بودی قصه مثلا بودی مثل خودی بچه وری کسا فکر نک توی باعث دختر قنیات رفتار نم کرده که زیادتر کسا که ما در جایی که ما رفتیم امو قصه امو شوخی ها مثلا که ما باید بچه های امو مثلا یگان نقطه سعیم کرد که تمنجو منج بیده این گوته لک خیلی ما خبره پس سر سرشیم اینا باعث میشه که امو قدر کس برو نمورم خب امی رفقایم که هستیم بخی رفقای فکر که وزید 5-6 سال 7 سال پیشم هسته و کلگی ما یک رقم صمیمی شدیم که هیچ ما اخلاق ما رقمیه نمیفهمم چرا ما قدر دکتر نازوی شو و این چیزا خوش درم که یادش ولی یاد ندارم اما رفیقانه قد کلگی قد کل دوستای هم رقم صمیمیم باز از اون لحاظ نگفتم از بعض لحاظای دیگه گفتم. خلاصه می بعض قصه ها که هست خب پیش یک نفر مثلا نمی چیزا میشه اینا باعث میشه که امو اعتبار شی امو چیزا که هستن کاملا چیش نه. باز بعضی بچه ها هسته که هر کاری که منم یا قشنگ قصه نه پیش است قصه نه از دم هر کاری چیده هر کاری کیده و ما خلاص قصه نه دیگه تو دیگه اعتبار دیگه خیر سخته که بلدی تو اعتبار کنی. خدا شر زیر خم بچگاه نجات بده و بچگاه که صدای میشنوین دیگه همین خوب قصار نکنه که آدم رفیقی بچه دیشه شد نه بسیار خوبه. خبری ما خیلی صمیمی میشیم قد دوستا قسمونم قد رفقایم خیلی ایش بچه قد قسمونم صمیمیم و حتی دیقم که استم زنگ دیم بیچارگو هیچ کدامش نمیگه نه خیلی خوبه. و یک از بدیایشی که تو میشی یعنی تو که گوشنی نه کل آینده تو دو چو موره بس خیلی رای باره خیلی بسیار شده نه قبل دریزی که مثلا اگر احیانا نفر میخوای یک نفر انتخاب منی میخوای نفر ازدواج کنی یار فکر نکن که اگر قد یک نفر ازدواجم کنم که ایوان هر چی صادق هم باشه و دیگه شاو میمانی و دوستیم بود و دوست اجتماعی مسته ایت را دیگه پیشم نمیتونه دیگه او خودش یار شدم که دل درون چه مفهمم بسیار بده خبری تو این سر تو تمام چیز رو مفهمی سرم دیشه خبری ده باره خیلی نقشی علا داشته کی؟ تو خود پاک نکر شو تو را مگیم واید را مگیم کل چیم را مگیم ما کستم بیچه دروغ نه خبری ازی بابت خطایق شکر ما از ترس از تو از جنجال از تو از رسوایی از تو ما گفتم یعنی یک دختر ما کامل من قلب سور خودت مرد تو چی رسوایی کردی خود دوستا نشد دیگه گوش کن نه شوخی کردم ماشاءالله دوستایم کلگیش خوبه منظور مزینی که دوستایم بده منظور مزی که مرد جماعت از قدم و رقم خبری نازداد مثلا اون چیزی که ما درباره رفقای مفهمم اف کورس که دوست دخترش قدیا خاتون چی نمیفهمه نه دوستای صمیمی مگر باشد یعنی چیزا باعث میشه کم آدم نسبت به کلی آدما متری فکر نه و خیلی خوبه مستوشیار شدم صبح روز باز بخیر بچه مشکل نمیتونه که شاود سالگری فلانی رفیق ما مثلا دوست اجتماعیم زنگ زده هم کلاسی دوره دانشگاهی فایز رو میگیم فایز راستی چقدر درس خوندی اینی قضا درس خوندم دیگه متاسفانه نشد که دانشگاه برم فلان خو این دوره تیر شد بعد از چندین مدت تلفن گرفتم یکیه
این یک دونه رفیقی دوره دانشگاهی گفتم مگه تو نگفتی ما دانشگاه نخوندم؟ او ما گفتم او راست گفتی نه دانشگاه نه. اون یک زمان نمیتون خواهم کمی دیگه. آره کس باز بچه مرتکب بگه دوره دانشگاهی این طرح که باور ننم. توجیه هستم نه. خلاصه خوب دور زمانه بود هرچی که بود تیر شد. خلاصه هرچی شمونه خاطرات شمونه یه دقیقا چکرهایی که ما رفتیم قصایی که مگردیم شوخی هایی که مکردیم واقعا یک دوره بسیار زود گذر بود و امیدوارم که از اونجا بخیر هر چیز زودتر خوش خبری رو بشنوم که بخیر پرواز نی حرکت نموری طرفی کشور سیو و اونجا که رفتیم انشالله دیگه امو چیزی که فکر نه که دیگه اونجا وقتی موری مرسی تمام مشکلات های حل میشه نمیشه. در اونجا وقتی مرسی نو دوباره شروع شه. خیلی دوستا در کامنت هم میرقم نمیشتنه و هستم امرخ ما بلت میگیم و تو باید آمادگی زری را ایت فکر نکنیم ما خودیم که اینجا آماده گفتیم دیگه تمام مشکلات های حل شد و فکر میکردیم که رفت و تمام مشکلات های حل میشه و وقتی که ما در اینجا رسیدیم دوباره سعی کردیم که نه ما خیلی تنهاییم. ما این رفقایم در اینجا که وقتی فامیلایم کسیم فیلیپینایی ما کلی موتور میگیرن میگه ما بریم فلانی چی موتور نداره اینا موتور مبره ما میگیم بخاطر که چون فامیلی هستم میگیم اوکی مقصد احتیاط ایمیار کوشش که از بقاسم اگر نه از فیلیپینا کوشش که این مثل یک فامیلی از مقصد رفتار کنم تا خودیم یک رقم خودیم آرامش بگیرم خودیم بگیم که ای ما یک کسی هستم اینجی احیانا اگر مریض میشم یا کار میشم از مثلا از خودی همشهری های خود از وطندارای دوری اما علمی جگه احیانا یک مریض میشدم یک اتفاق مفته بل میشدم نفس کشیدم ما یک مریضی چیز داشتم یک دفعه کسر نفس پیت میشد یعنی دکتر میگرفت یک تا قشک میزد باز میگیم یک دفعه مو حمله در سرم باید مثلا نیا باشه که یک دفعه وحید بود کی بود که پشت سرم که میزد یک دفعه ما رو تو نجات دیدم کی بود اره وحید دخانیم زو وحید باز یک دفعه حمله ما نفس میپیت شد زد پشت یک دفعه ایلک بگو متر اگر دکتر میگفت اگر تو چیز نباشه در پشت یک نفر نزنه اون کس جای به جای عمرم دیگه مردونیه دیگه این رقم قصه اینجا هم کسات که می اولا فکر میکردم یک سر تلاش کنم و ایده کنم و پشت زی کار پشت زی کار و اولی فکر کنم قدم کشنه که قدم یک قدم تلاش نباید کرد قدر بیش از حد تلاش بیش از حد آدم در خود خصد هم میزنه و جان باشه که جهان باشه و دو اینجا که تو مری کوشش که اول یک درسی اگر یا هر کاری که منی میخوایی که بری کاری کنی هم صفری شروع کنی بهترین حال ما در اینجی نو میخوایم که هم کار برکشی حساب برق مقصود بلد هستم و تا که کاغذ سرتیفیکیتش نداشته باشی نمیشه اما در فکر این که یا یک بیزنس کنم یک بیزنس خود کنم و گیرم دیگه یک سر باید یک قدم یک کار جور نباید اونجا باشه اگر اون نباشه 3 سال باید بری یک درس یک چیزی باید بخونی که بعد از اون میتونی خود تو یک کار شخصی واسه کنی میتونی که در یک شرکت بهترین معاش درآمد داشته باشی اون کاری برقه که باید بری 3 سال باید درسش بخونی یعنی اونو خیلی وقت کار در این 3 سال ما میگیم چیز شده نمیشه ما از مال زیاد گرفتم خلاص و اون چیزی که ما یاد دارم فعلا در چیزی ما خودیم بخش کامپیوتر موبایل مثلا ریپیر انجار تعمیرات انجار یاد دارم دیگه بخشی کم بیش موتور اینا میتونم فقط برم کارگری کنم اون ماشی که ما باید به حیث یک که صحیح یک ماش صحیح خوب باشه که قناعت از من بگیره او باید درس کارتش باشه دیگه اون بود دیگه چی کار ساده باری هر کاری کنی مو بی سرپی چی ساعتی بی سرپی مثلا کانادا در ساعتی ابدر بیه گشتر بیشتر هم گفتم که متاسفانه اندونزی آرزوی خیلی کسار کشته خبری اگر وقت بود مو شد که 1 سال درس میخواندی ولی امو اصاب نمانده دیگه امو دوره یادگیری اگر ما بیخی مگیم دیگه در 13 سال در اونجا دم اینج که من نو فکر نه در 13 سال ما در اونجا کار میکردم و بازم که ما در اینجا دوم بلدیم رفیقای نزدیک خود زنگ زدم گفتم که در اونجا درایور لیسانس ترک خو میتونین بگیرین درایور لیسانس فورکلیفت خو میتونین بگیرین درایور لیسانس مثلا موشه امکان داره اونجا یک سرتیفیکیت میدیم اوکیه بعد از اون حداقل یاد میگیرین هم شما یاد میگیرین شما این امتحان میدین این رقم هم اوکیه
و خیلی درسای کاری برق است، یک سرتیفیکت که اونجا بگیره میتونه در اینجا حتی همین خود زبان را میتونه بخونه در اینجا. ما 13 سال در اونجا مثلا غیر سفر کدوم غیر بازم خیلی تجربه ها بود، خیلی چیزا بود که از اونجا اندونزیا یاد گرفتیم و اینیالی شمو کسایی که در اونجا مانده و پیام اینمیه که در اونجا یک اسکیل یاد بگیرین و کوشش کنین که هر چیز خود که مفهمین که شوق دنیجه کارتون بخصوص بیندگنین دم کار انشالله که نتیجه بده. و تو هم که وقتی اونجا موری انشالله که یک روز برنامه است داشته باشیم از کشور سیو ماردیم یک جای. و خیلی دوستان میگه که در این فکر میگه فایز پیام میده ما با زوری چیز جوابش هم ندادم. میگه خوش خبری همه کارهای توجه جور شما پیش است تو امیر چی گفتنی داری که نشنه تو واقعا پیش از ما بایی. ای بابت کمک دیلم در درد اینا اگر جواب بدیم مگه جواب بد ندیم خبر بس بخش دوستات تفاهم نشن از خاطر میریج نمیگیم نه نیه فقط میقدر میگیم نشده کاش که میشد. ما خود من زیاد آرزو داشتم زیاد تلاشم کردیم از هموطنام کمک خواستیم فایزم زیاد پیش نفرات دیست دراز کرد که اگر امکان چست حتی ویزه کاری حتی پولی کلش ما خودیم جرمون فقط یک ویزه برکنن یک دعوتنامه هر چی که از هر طریقی که امکان داره ولی متاسفانه نشده به خاطر که نمیفهمم دیگه از این طریقی که فیض رفتد از این طریق هم زیاد کوشش کرد دیگه متاسفانه نشد دیگه. کاش که میشد که ما آرزویم بود حتی اگر پولی هم شونه ما راضیم فقط از اینجا بور شونم حداقل دوباره اگر جنگ و جنجال بود هر چی که بودم اونجا نزدیک باشیم نزدیک یک دیگه باشیم یعنی عادت ها یک دیگه رو مفهمیم یک جای کار کنیم تا هنوزم خیلی حسابای از ما یک جای نه خیلی وقتا قدی فیض انتر مثلا اگر میخوای یاردیم حسابای خود جدا جدا کنیم ما میگیم فیض خیر بیل باشد میگیم دنیا تا هنوز در امید خورده یا شاید آردیم یک جای پس یک جای شدیم امی حسابای بانکی خود اینا رو جدا نکنی آردیم خیر بیل یک جای باشد تا هنوز یعنی ناامید نیستم. ناامید نیک یک روز بس فیض رو میگیرنی یعنی خیلی ما خودم ناامید نیستم دقیقا دیگه از این طرفی از تو هم خیلی خاطرم جمع اگر دیگه جایا بیله مطمئنم که مطمئن نه یعنی امکان چی است خدا جان اگر بخوای خدا از مو بخوای امکان چی است مهمیت من زناشویی باشه دادم امیر رقم که همینجا تیر کردیم موشه که تا زمانی که تصمیمی ازدواج و چیزا میذار نگرفتیم ماردیم مثلا نه که یک جای زندگی کنیم منظور مزینیه منظور یک کشور باشیم فکر کنم ما یک شهر دیگه تو یک شهر دیگه کار خمونیم سرمایه گذاری خمونیم سرمایه خرج جمع مونیم چکر خموریم سفر خموریم کلی آرزوهایی که داره نسبتا خیلی زردیم یک رقم نه که خیلی خوش داره بیگردی ولی دیگه متاسفانه نمیشه دیگه قدر کاش که دیستی خدا از ما باشه دیگه قدر دیگه یاد سازد بچت باش ما منظورم تو نیسته ما یک منظورم زندگی یک برنامه بسیار زود برای نظرهای نازرم در این باره میگرم خوب سه یک برنامه برای ناز میگرم اگر تو نفاق برکنی فیس که چی رقم آردیشون رو بلاک کنم خبرین ما اصلی نفاق ندارم ما اصابیم ضعیف شده مفهمید با خدا اصابیم ضعیف شده سعی کنی نفاق برکنی که ورده جان از ما بالا کنی ما اصلا کاری ندارم ما منظور مزیه برنامه رو تو پیشتر دفعه مون گپ زدی فهمیدی این میخوند شوخی گفت که نفر کس نداره نه 2 هفته پیش ما یک گپ زدم چند دفعه شد خودمون زمان خود خط کردی خود خوب برنامه رو چیز جور دیو نفرها رو در تیک تاک گرفت چه قصد رو بیاب کرد تو همو فایس همو ناز چیکاره کم تصمیم میگیره که این قصدر در اندونزیا بود فایس چرا چینا که چرا گجا بود کالم در نظر می چه قصد کامنتار منفی گرفت نه اون ما را اسکرین شات کرد درم دایکت خلاص تو میگه سگ نفرا میگه قصدر تو قصدر خوارشی بودی در اندونزیا بود ما فقط منظور مزیه خو فایس ما با خدا هیچ مشکل ندارم از بابت تو یکی از بهترین های بخشی از ما تا آخر رای ایون که تو بری قد دیگرو بری پچران کنی ازدواج کنی هر کار کنی تو یکی از بهترین های بخشی از ما خود تو در دوره یعنی ما همی 3 سال را اگر که تا اینجا را رسیدم حتی اگر خوشحال بودم اگر خنده کردم اگر لبخند زدم اگر چاق شدم حتی ایره ما زیاد مدیونی از تویم چرا که دبیخیم بودی و ما درست خود خدیث میدادم واقعا 2019 و 20 بلده از ما سخت ترین روزایم بود طبعا او رقم نگی و کسته از تلاش خود بوده همیشه تلاش خود بوده ما همیشه از اینکه خدر تانا بودم
از اینکه امادی ما را تنهایی بور کردی در بیخی بودی اگر گریه میکردم حداقل ما را یک دیل میدادی. همین که چیز را ما از کلی کسا، از کلی رفیقا، از کلی دوستا، از کلی قوما میخوایم خبری دیگه. از این لحاظ که ما بگیم تو ما را سپورت مالی که تو ما را ادیستیم بیگر بال کو، این ما از هیچ کس توقع نداریم. دیگه که ما خود مرتکلیم نه. ولی همین که در کنارم بودی، همین که در یک خنده ما گریه ما در کنارم بودی، بخشی از ما یعنی خیلی انرژی دادی. یعنی اینمی 3 سال را ما خیلی کم فهمیدم. یعنی حتی اگر جنگ کردیم جنجال کردیم هر رقم شد انت خوب تیر شد، بخشی از ما خیلی خوب تیر شد و ایره ما تا ابد پشیمان نیستم. باز و توقعی از ما از کل گیست ایون که فامیلی از ما باشه یا نیه اینال کبار شوی مثلا جه اگزمپل موری شوی نی خو این مرتکه چیز مرتکه ری قدر خنجرشی شوی بسو سوال که کد بسو مم یک نیم متر دی بودری خیر اشکال نداره. بس دو وقت جواب میدیم. اول میک ما کار اج نمونم در زندگی ما خیلی پلانای دیگه دارم. باز اگر شرایط شد بس ان شاء الله وش جواب دارم خیره. انو چیه و منظور مزی بود که توقع از ما از کل آدمای روی دنیا است، نه یک فامیلی از من، نه یک فامیلی فیس. در نظر از ما هیچ کس رو هیچ کس کار نیه. خبری فیض تو ناراحت میشه دیل تو ناز ناراحت میشه دیل شی گفتی اسکوت که ناراحت میشه ناراحت شون ما هر کس دیگه. ما حتی فامیلی خود خورم میگیم او چیزی رو که ما مفهمم نه، او چیزی رو که تو مفهمی نه هیچ کسی دیگه نمیفهمه. او روزی رو که مو استو تیر کردی نه خوارای استو تیر نه خوارای از ما قبول داره. او روزا، او گریه ها، او ناداریا، او این بدترین روزا را آردیم تیر کردی و خوبترین روزا را مردیم ساختی. قبول داری؟ خوار براری از ما کمک کردی از تو، نه کمک مالی. کمک مالی که ما از تو زیش کس توقع نداشتیم. کمک یک از لحاظ عاطفی، از لحاظ روحی آردیم رو تقویت بدی. از هیچ کدام از ما نکرد، از حق نگذاریم نه. پس در روزی که تو از اینجا بور شدی، از اندونزی رفتی در یک شرایط خوبه مفتیده، در نظر از ما کس حق نداره تو را بگه ناز میچودی نه کس ناز خوب گوش کو نه ناز همیشه از زنگ دو نماد اینال کس در اندونزیا ما بیخی ما بینندای عزیز برنامه به خاطری که دور دراز میشه عزیز یا چی مو کمک این برنامه را کسی خیلی برنامه جالبه میخواهیم بلدش بعض چیزا رو قصه کنیم و ایرمینجی ما دیگه فعلا قطع نیم منتظر قسمت بعدیشی حتما باشین. چی گفتی تمنجو؟ آره آره چی؟ سیدی قسمت دوم رو سعی کنیم سعی کنیم. آره دیگه با امان خدا. بای بای.